علی با ذوالفقار خود به خیبر باز می‌گردد. بگو فرعون را موسی به سوی نیل می‌آید. در ادامه موقعیت دارن خیبری‌ها فرصت برای تیم به اسرائیل داریم می‌بینیم عقب‌تر داریم میاد مشخصه و این گل به این شکل میتونه سالم و بیاد صحنه رو خودش چک بکنه. در نهایت تصمیم قطعی رو داور وسط باید اعلام بکنه. پشتتان ما پنج چه هیجانیه، چه استرسیه برای هواداران. اما اینجای کاری که داریم میبینیم همراه خیبری ها سنگر شکن داری ما خیبر شکن داری. تیم داوری این مسابقه گل تایید میشه. یزید پشت تو واگذار کرد، کارخانی ارسال مستقیم موقع برای تیم در آن توفان پایانی، در آن پایان توفانی اگر که شاهنامه خوانده باشید خوب می‌دانید که این ماجرا پایان رستم و دیوان. از این پس یک هدف داریم